نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. به سلسله دروس قاعده اقرا خوش آمدید. ان شاء الله تعالی امروز درس سیام قاعده را آغاز میکنیم. خب از درس گذشته یک بار پرسان می داشته باشیم از قاری صاحبای عزیز. خب قاری صاحب عبدالله، شما بر ما بگوین که عین و ح از کجا ادا میشه؟ از وسط حلق نی. خب یک بار شما تلفظ کنین عین را. عین. آفرین. ح را تلفظ کنین. آفرین، سبحان الله، ماشاءالله. قاری صاحب وثیق الله، شما بگوین که همزه و ها از کجا ادا میشه؟ حمزه و ها از اول حرف. از اول حلقه ادا میشه. خب شما یک بار همزه را تلفظ کنین. حمزه. ها را تلفظ کنین. ماشاءالله، آفرین. قاری صاحب احسان الله، شما بر ما بگوین که غین و خا از کجا ادا میشه؟ از آخر. خب شما تلفظ کنین غین را. غین. ماشاءالله. خا را تلفظ کنین. خا. آفرین، سبحان الله، ماشاءالله. خب و حرف قاف و کاف و جیم و شین یا را گفته بودیم. یک سوال کوچک میکنم از بیادر ما. حرف شین را گفته بودیم که از وسط زبان ادا میشه قاری صاحب، نه؟ ماشاءالله. خب میریم به درس جدید. حروفی که مجموعاً میگه از زبان ادا میشه چند دانه است؟ 13 دانه است و هر کدامش فرق میکنه. ما کوشش کنیم همین تلفظ شه. فعلا ما در ابتدا هستیم و تلفظ شه یاد بکنیم، برای ما کفایت میکنه. مثلا حرف ضاد را میخوانیم. ببینین تلفظ از پشت ما تکرار بکنین. ضا، ضی، ضو، اض. وقتی که بغل زبان به دندانهای ادراس برخورد کنه حرف چی ادا میشه؟ ضاد. و حرف لام، لا، لی، لو، ال. بله. و حرف نون، هرگاه نوک زبان به بیره های دندانهای بالا برخورد کنه حرف چی است؟ نون. نه، نی، نو، ان، را، ری، رو، ار. قول مشهوری است که حرف لام و حرف نون و حرف را مخرجش یکی است. یعنی هرگاه زبان به بیره های دندان ها برخورد کنه حرف نون و حرف را هم ادا میشه، همچنین حرف ل. خب تا، تی، تو، ات، دا، دی، دو، اد، طا، طی، طو، اط. این سه حرف از کجا ادا میشه؟ هرگاه نوک زبان به بیخ دندانه های بالا، ثنایای بالا برخورد کنه حرف چی ادا میشه؟ تا، دال و طا. ث، ثی، ثو، اث، ذ، ذی، ذو، اذ، ظا، ظی، ظو، او. ث، ذل، ظا از کجا ادا میشه؟ هرگاه نوک زبان به نوک دندانهای بالا برخورد کنه حرف چی ادا میشه؟ ث، ذل و ظا. ز، زی، زو، از، س، سی، سو، اس، صا، صی، صو، اص. حرف ز، سین، صاد از کجا ادا میشه؟ هرگاه زبان به دندانهای ثنایای پایین یا پیشروی پایین برخورد کنه حرف ز از سر دندان، حرف سین از اون پایین تر و حرف صاد از وسط دندانهای ثنایای پایین. انشاءالله همه قدر کفایت میکنه. به روز بعدی انشاءالله پرسانتان کنم، انشاءالله که اشتباه نداشته باشین. تشکر بسیار زیاد میکنم از کسانی که ما را از چینل یوتیوب تماشا میکنه و همچنین از صفحه رسمی عبدالوارث درویش. انشاءالله که از این درس ها چیز را آموخته باشین. السلام علیکم و رحمت الله.